سلام. تو این قسمت از تقسیم بندی نژادی تا ورود آریایی ها به ایران میگیم خدمتتون، اونم به ساده ترین زبان و بدون فوت وقت. و قراره که کل تاریخ ایران رو از این قسمت تا انقراض قاجار رو پشت سر هم بگیم خدمتتون. مرجعمونم کتاب تاریخ ایران نوشته پیرنیا. البته تو هر قسمت یه سری مراجع دیگه اضافه میشه که تو قسمت توضیحات عرض میکنم خدمتتون. طبق کتاب مرجع ما، مردم سکنه روی زمین رو از حیث نژادی به 5 قسمت تقسیم کنن. 1. سفید پوست. 2. زرد پوست. 3. سرخ پوست. 4. سیاه پوست. 5. یه مجموعه نژادی که ارتباطی با موضوع ما نداره. یه سری از محققان به نژاد زرد پوست نژاد مغول هم میگن و به 3 قسمت تقسیمش میکنن: چین، تبت مغول و منچو، ترک و تاتار. بیشتر این مردم تو آسیای شرقی، سیبری و آسیای میانه زندگی میکنن. یه سری دیگه از این نژاد تو آسیای غربی و اروپا هستن، مثل برخی از سکنه قفقاز، تاتارهای قدیم، ترک‌ها، مجارها، فینها و غیره. نژاد سفید پوست رو هم به 3 قسمت تقسیم میکنن: نژاد هند و اروپایی، سامی و حامی. در باب مسکن اولیه این نژاد بین محققین اختلاف نظر زیاده. بعضی وطن اصلیشون رو بابل یا جایی تو آسیای غربی میدونن و عقیده دارن که این مردم از آسیا به آفریقا رفتن و تو حدود مصر و لیبیا ساکن شدن. اما یه سری دیگه مثل تئودور نولتکه، خاورشناس معروف، بر این عقیده است که این نژاد همیشه مسکنشون تو آفریقای شمالی و شرقی بوده، چون از حیث شکل و قیافه خیلی شبیه به سیاه‌پوستای آفریقا است. اما در کل اکثر محققان اهالی قدیم مصر، بربرهای لیبیا و حبشی‌ها رو از فرزندان حام میدونن که الان با یه سری نژاد دیگه مخلوط شدن. یکی دیگه از این نژادها که عرض کردیم خدمتون سامی‌ها بودن یا فرزندان سام. اکثر این نژاد هم تو عربستان، بین النهرین، شامات، آفریقای شمالی، شمال شرقی آفریقا زندگی میکنن. و یه شعبه دیگه از این نژاد بنی اسرائیل هستن که تو اسرائیل، آسیا و اروپا پراکنده شدن. پس نژاد اهل قدیم سامی میشن کلدانی ها، آشوری ها، فینیقی ها، بنی اسرائیل و یهود، آرامی ها و اعراب که تو قسمت بعد باهاشون کار داریم. زبان تمام این مردمان هم خیلی به هم نزدیک بوده، طوری که تو تورات اومده مردم بنی اسرائیل تو 1500 سال قبل از میلاد زبان عربی رو بدون ترجمه میفهمیدن. اما حالا میرسیم به مردمان هند و اروپایی. همینطور که از اسمشون معلومه، مردمانی هستن که از هند تا اروپا ساکنن. یعنی بیشتر کسانی که در این منطقه زندگی میکنن به این گروه زبانی تعلق دارن، البته به جز چند گروه کوچیک که از نژادهای دیگه هستن. تو آسیا فقط هند و ایران از این گروه به حساب میان. منظور از ایران هم توی اینجا همه اقوامی هستن که به زبان ایرانی از خانواده هند و اروپایی صحبت میکنن، نه فقط مردمانی که ساکن کشور ایران هستن. و به طور علمی مردمان هند و اروپایی هم به 8 شاخه تقسیم میشن: آریایی ها یا مردمان ایرانی تبار و هندی ها، یونانی ها و مقدونی ها، ارمنی ها، آلبانیایی ها، ایتالیایی ها، سلتی ها که میشن مردم بومی اروپای غربی، ژرمنی ها که همون آلمان ها میشن، لیتوانی ها و اسلاف ها که این لیتوانی و اسلاف ها ساکنان شرق اروپا میشن، مثل لیتوانی، لهستان و روسیه. تحقیقاتی در رابطه با زبانها، مذاهب و داستانهای این 8 شعبه ثابت کرده که این مردمان لااقل بیش از 4000 سال قبل از میلاد توی یه جایی با هم زندگی میکردن و بعد به دلایلی که معلوم نیست متفرق میشن و هر کدومشون به یه طرف میرن. اما در رابطه با مسکن اصلی مردمان هند و اروپایی عقاید مختلفی وجود داره. در ابتدا محققین باور داشتن اونا تو آسیای مرکزی مستقر بودن. بعد که یکم تحقیقات پیش رفت، نظرشون اومد روی رود ولگا و بعد دوباره به این نتیجه رسیدن که تو سواحل دریای بالتیک احتمالاً زندگی میکردن و الان عقیده‌ای که خیلی قوت پیدا کرده اینه که احتمالاً تو شمال اروپا، تقریباً تو شبه جزیره اسکاندیناوی حضور داشتن. همونطور که گفتیم آریایی ها یکی از شعب مردم هند و اروپایی هستند و از حیث تحقیقات که راجع به مردم هند و اروپایی شده، شعبه آریایی هم شعبه اولیشه.
چرا که آثار تاریخی و ادبی اونا از قرن 14 قبل از میلاد شروع میشه، در صورتی که آثار ادبی یونانی ها و ایتالیایی ها به نسبت جوانتره و به دنبالش آثار 5 تا شعب دیگه از آثار یونان و ایتالیا هم جوانتره. آریایی ها بعد از جدایی از مردم هند و اروپایی به سمت جنوب رفتن و تو اونجا به قسمت های تقسیم شدن: شعبه هندی، شعبه ایرانی، شعبه سکایی. در رابطه با اینکه آریایی ها کی از مردمان هند و اروپایی جدا شدن تاریخ دقیقی مشخص نیست، ولی محققان بر این باورند که در حدود 3000 سال قبل از میلاد این اتفاق افتاده و این احتمال رو میدن که آریایی های هندی و ایرانی اکثرشون به طرف آسیای مرکزی رفتن و مدتها تو اونجا با هم زندگی کردن. حالا دقیقاً و مشخصاً معلوم نیست کجا، اما این احتمال رو میدن که یه جای بین رود آمویه و سیحون بوده. آریایی های هندی و ایرانی بعد از مدتی که با هم زندگی کردن تو منطقه از آسیای مرکزی مهاجرت کردن و به باختر اومدن و از اونجا شعبه هندی به طرف هندوکش رفته و به دره پنجاب هند رسیده و شعبه ایرانی به طرف جنوب غربی متمایل شده و تو فلات ایران پراکنده شدن. یه سری معتقدن که از اینجا اسم ایران گرفته شده، چرا که این مردم خودشون رو آیریا مینامیدن، یعنی نجیب و با وفا. قوم سکایی هم که گفتیم از شعب نژاد هند و اروپایی بودن، با بقیه اقوام هند و اروپایی تو یه جا زندگی میکردن، بعدش تو دوران مهاجرت بزرگ از اون منطقه کوچ میکنن و به جاهای دیگه میرن که حالا در رابطهشون زیاد صحبت میکنیم تو قسمت‌های بعد. اما در رابطه با اینکه آریایی ها بعد از ورود به ایران چطور پخش شدن، تو اوستا اسم 16 مکان ذکر شده که یکی از اونها دقیقا معلوم نیست کجاست، ولی 15 تای دیگه اینجوریه. اولیش که آیریان ویج، بعد سوق، مرو، بلخ، نیساییه که بعضیا با سرخس و بعضیا با نیشابور تطبیق میدن، هرات، کابل، توس، غزنین، گرگان، رخج که میشه تو جنوب افغانستان، هلمند، ری، شاهرود، خار، پنجاب هنده. به خاطر همین خط انتشار یه سری از محققین میگن که آریایی های ایرانی از صعد به طرف مرو اومدن و بعد هرات، نیساییه و کابل رو اشغال کردن و بعد از اون به طرف رخج و هلمند رفتن و چون به دریای سیستان رسیدن و دریاچه سیستان از حالت امروزش خیلی بزرگتر بوده، به اون طرفش دیگه نرفتن، به خصوص که تو منطقه به واسطه بیابی و هوای خیلی گرم نظر آریایی ها رو جلب نکرده. از این با بعد از اشغال سیستان به طرف غرب و ری حرکت کردن. اما گفتیم که این مناطق رو اشغال کردن، یعنی قبل از اونها مردمی تو ایران زندگی میکردن. در رابطه با مردمی که تو ایران قبل از ورود آریایی زندگی میکردن عقاید زیادی هست. نتیجه تحقیقاتی که محققین انجام دادن اینجوریه که تو غرب ایران مردمانی بودن که بهشون میگفتن کاسی ها، که البته ریشه نژادیشون به صورت قطع معلوم نیست. تو مازندران تپوریا بودن که اسم تبرستان هم از همین تپورستان گرفته شده. تو جنوب غربی ایران ایلامی ها بودن که تو قسمت بعد کامل راجبشون حرف میزنیم و یه سریای دیگه. اما در رابطه با باقی مناطق ایران عقاید مختلفی وجود داره. یه سری بر این باورن که تو سواحل خلیج فارس و عمان حبشیا که سیاه پوست بودن ساکن بودن. در بعضی تحقیقات هم اومده که ساکنان تمام فلات ایران تا قفقاز و اروپای جنوبی تو زمان خیلی قدیم اصلا سیاه پوست بودن. چون وقتی آریایی ها وارد ایران میشن، مردمانی رو که میبینن و قبل از اونا اینجا بودن رو بهشون میگن دیو. علاوه بر این تو مازندران هم یه سری آثار به دست اومده که این امر رو اثبات میکنه. رفتار آریایی ها اما با این مردم بومی مثل رفتار غالب با مغلوب بوده، به خصوص که آریایی ها اونا رو از خودشون پستر میدونستن و برای اونا هیچ حقی قائل نمیشدن و باهاشون دائما سر جنگ داشتن. هر جام که اینا رو پیدا میکردن میکشتن، ولی بعدها که خطر بومی ها کمتر شد، کارهای پرزحمت رو مثل زراعت، چوپانی و غلامی رو به دوش اونا گذاشتن. آریایی ها عملاً به اینجا نیومده بودن که یه دوری بزنن و برگردن. اونا اومده بودن که بمونن و برای این کار باید مناطق رو از بومی ها میگرفت. به خاطر همین هدف هم
به هر جا که میرفتن با بومی ها می جنگیدن و همونجا هم یه قلعه برای خودشون می ساختن. تو اون قلعه یه قسمتی رو میذاشتن برای خانواده، یه قسمت هم میذاشتن برای احشام. یه سری آتیش هم اونجا روشن میکردن که اگه بومیان بهشون حمله میکردن به هم خبر بدن و برای جنگ عملاً آماده بشن. کتاب گفته که اثراتی از قلعه ها که گفتیم خدمتتون هست، ولی من چیزی پیدا نکردم. حالا اگه کسی میدونه حتما بنویسه. در ضمن اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده، دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. راجع به مذهب آریایی های ایران هم باید بگیم که مذهبشون توی زمانی که با آریایی های هند یه جا زندگی میکردن یکی بوده. یه سری هم استناد میکنن به اشتراک زبانیشون، ولی رفته رفته بعد از دور شدن از هم تو قرن 9 تا 14 جدایی مذهبی بین اونا اتفاق میفته. مذهبشون هم اینجوری بوده که اونا معتقد بودن که یک عده وجودهای خیر و خوب هستن که گنج و ذخایر طبیعت رو به انسان میدن، مثل روشنایی و باران، و در مقابل نیروهای بد و تیره هستن که با نیروهای خوب در جنگن و نمیخوان انسان سعادتمند بشه، مثل شب، زمستان، خوشسالی، قحطی، مریضی و صد تا دیگه. آریایی ها هم برای محفوظ موندن از شر اونا به یه سری ورد متوسل می شدن که بعدها همین وردها تبدیل شد به سحر و جادو که به دنبالش میگن زرتشت بر ضد همین خرافات قیام کرده. برخی معتقدن که آیین مهرپرستی یا میترائیسم هم تو همین زمان در بین مردم ایران وجود داشت. اون آفتاب رو چشم آسمان میدونستن و رعد رو پسر اون. به عبارتی باید گفت که آریایی های ایرانی مثل آریایی های هندی عناصر رو میپرستیدن و بعداً ترقی پیدا کردن و یکتاپرست شدن. آریایی ها وقتی به ایران اومدن از لحاظ مدنی پایین تر از همسایه خودشون مثل بابل و آشور بودن، ولی انگار از لحاظ اعتقادی به اونها برتری داشتن. به نحوی کار کردن رو خوب میدونستن و دروغ گفتن رو بد. همین اصولهای اولیه مذهبی. مردم آریایی تو اون زمان به 3 دسته تقسیم می شدن: روحانیون، مردان جنگی، برزگران که احتمالاً قدیمتر طبقه روحانیتی وجود نداشت. شکل حکومت هم ملوک و طوایفی بوده، یعنی هر قوم یا قبیله یه رئیس داشته. این رئیس رو سران خانواده انتخاب میکردن. وظیفه اصلی رئیس اولش فرماندهی در جنگ ها بوده، ولی به مرور زمان اختیاراتی هم به دست آورده و بعد مثل پادشاه کوچک برای قوم خودش. بعدها چند تا از این رئیس ها که هر کدوم یه ولایت رو کنترل میکردن تحت حاکمیت یه نفر در اومدن به نام شاه. این شاه حکم رئیس کل داشته و بقیه رئیس ها هم بهش باج میدادن یا حالا هدیه میفرستادن. اما بعد از شکل گیری این سیستم تاریخ ایران هم یواش یواش شروع میشه. البته ما یه سری تمدن هم داریم بسیار قدیمی، مثل شهر سوخته، جیروف، که احتمالاً تو یه قسمت راجبشون کامل صحبت میکنیم. همچنین قبل از ورود آریایی ها اقوامی در ایران زندگی میکردن که تو قسمت بعد که از ایلامی ها میگیم خدمتون به این اقوام هم میپردازیم. ممنون که امروز هم همراه ما بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا درود دیگر، بدرود.